سلام علیکم ولی و محترم استاد خوش آمدید به گروه انگور با باغ ما. تشکر استاد، من امروز شنیدم که شما یکی از مؤلف ها، یکی از سابقه‌داران هستید که عاید زیره پروری در جمهوری تاجیکستان یک تجربه های دارید و خواستم از شما یک نوار گیرم عاید زیره پروری در تاجیکستان، زیره های تاجیکستان که یکی در دنیا از زیره های بهترین به حساب می رود. عاید پرورش همین زیره، کشتکاری همین زیره با ما یک دو سخن نقل میکردید که دهقان های ما انتخاب کنند زیره پروری کنند یا نکنند. معلم جان، اول خودتان رو معرفی میکردید. من رحیم سفربек، دکتر علم‌های بیولوژیا، پروفسوری کافدرای بotانیکای دانشگاه ملی ترکستان. سالهای زیاد شده است که با بسیار رستنی‌هایی که در منطقه جنوبی ترکستان، در منطقه تیپ نباتات نیم سوانهای ترکستان با آموزش بیولوژی همینو مشغولم. پیش از همه با رستنی‌های مشغول هستم که غذای انسانیتان و انسانیت اهمیت کلانی خوجگی می‌آورند. برای همین ما از سالهای 82-83 با پرورش زیره مشغول شدم. زیره را ما در ستاسیونر انستیتوت بotانیکا در ناحیه خوالین وجود داشت، در دهه جنبخت در همونجا کشت کردم. زیره را بعد من در باغ بotانیکی شهر کورو تیلا بابایویچ کشت کرد. تیلا زیره در تاجیکستان اولاد زیره 11 نمود است. 11 نمود اولاد زیره، همین زیره بونیوم پرسیکوم، این رستنی بسیار ساله است. این اهمیت کلانی خوجگی دارد. زیاده از 100 سال عمر ببیند زیره. از زمانی که ما کشت میکنیم تا پیشیده مردنش زیاده از 100 سال در بر میگیرد. و در بین همین 11 نمود زیره یک نمود دیگر هم است، بونیوم هیساریکا میگن. اوش رستنی 1 ساله هست. در منطقه جنوب تاجیکستان در زمین هایی که غلدانگی قد پست است با همراهی همین است. من یک چند جاها شمیدانم طرف منمی از دنگره کلینگاباد رفتن زمین هایی است که همین زیره میروید، نه که مردم اون را نمیشناسد، جمعش نمیکنند، اساسا خوراک چارو شده میرود. ولی زیره بونیوم پرسیکوم، این زیره که ما استعمالش میکنیم، این رستنی بسیار ساله است. این در تاجیکستان در بسیار جاها است، از زرافشان تا حضرت شاه وجود دارد، سرخواسار، خوالین، دشجم، در رایون عینی، در ترکستان، کوه ترکستان، حتی کم و بیش منطقه اشت هم با میخورد. ولی بهترین موضعی که زیره خوب میشود همین منطقه دشجم است، سرخواسار و دشجم است. زمین های لحمه و یا نغز میبیند. ولی ما اکثر وقت زیره را در زمین های سنگریغ زمین میابیم. برای چی؟ چون که ریشه زیره این افت کارتوشکا است. برای افت کارتوشکا بودنش از بوی روغن های افیریش خوگ و خرس و جایره و روبه و موش، ایروی بوش در زمین های لحمه اینا کوفته میخورند. برای همین ما او را فقط در زمینه لحمه، در زمینه سنگریغ زمین میبینیم که او در وجود یک کندش نمیتوان. این ورخنی پردیل تقسیم شوی او زیره است. نباشد بهترین زمینش زمینی لحمه همین سفید خاک است. کشتی کردگی ما در نرمه کشتی ما در 1 هکتار 10 کیلو میرود. 10 کیلو را زمین هم یکی نقص جفت کردن در کار. زمین نکمش 25 سانتیمتر جفت کردن کار، چون که وقتی که ما زیره را زمین کشت کردگی میچوشیم و در اول ماهی همین مرد علاقه نش میزند زمین اول بارانگری اول خطی تا 20 22 23 سانتیمتر رفته، انا همون چقری که رفت بعد لوندچش بعد ریشش میگذارد. این کپی کارتوشکا ریشش لونده کارتوشکا پوست تنک خطی پشانده شده است. پوستش همین که دست خطی اگر بمولی چکلی کارتوشکا نو میمولیم پوست جدا میشود، عیناً همین است. در داخل در بالای پوست یک مقدار چکرچاکو پیدا میشود. از همون چکرچاکو ما یک ریشه های پیدا میشود که از همون غذا میگیرد. من حاضر
ماهی январ تمام شده الک انما بو یک ریشه های افیمری میگن اونها فعالیت کرده سان الک نامو غذا را جبیده گرفته است الک مثال یک 3-4 سانتی متر از کندش نیش زده برآمده است ولی طوری زمین در نبرآمده است ممکن که 5 ماه فوریه در بعضی زمین هایی که افتروی پویای او به برو نیش میزند میبروید. معلم جان شما در یک تصور من آدمایی که میخوان به کشتی زیره مشغول شوند چی کار باید کنن زیره رو در دوام چند سال به دست میارن زیره کی حاصل میتید من در نظر دارم زیره محلی خودمون رو یک 4 سخن کوتاه گپ بزنید. زیره را برای کشت کردن در شرایط تاجیکستان ما باید ماهای سپتامبر اکتبر اقلا تا آخر نوامبر زمین نقص جفت کنند در کار 25 سانتی متر حتما چقدر جفت باشد زمین مولا میکنیم نرمای کشتش 10 کیلو را 150-170 کیلو گندم قدی ارالش کرد برای چی گندم یا جو قدی چون که در سال یکم ماهی مرد نیش میزنه تمامی 2 تخپله دارد 2 تخپله دارد این 2 تخپله افتوی سوزان خیلی میسوزد برای همین تخپله گفته شما نوده رو در نظر دارید نه 2 تا برگک داره برگک 2 تا برگک چند سانتی متر متر گده تا 2-3 سانتی متر میشود برای انمی که در افتوب سوزان شرایط ما نسوزد برای همین یا گندم یا جو خطی جفت کن در کار هم پول جفتی ما ببرد در حساب غلای میگرفتگیمون هم که همین زیره نو برآمدگی نمیسوزد در افتوب نمیسوزد وقتی که ما درو میکنیم علاقه تخمپلای و برگکای و یا خوک میشود و سال دیگه فقط یک برگ میتید یک برگ سال دیگه چیکار کردن در کار سال دیگه هیچ کار کردن در کار نیست دیگر اون زمین چقش در کار نیست اگر شما در زمین خیلی در کار باشد شما در زمین در کار باشد همون زمین مولا قطعی یا اینکه دیسک قطعی یکم نمودی غلط کش کردن در کار نه که جفت کردن در کار نیست خوبش کاریم یا نکاریم بکار زمین مولا قطعی یا دیسک قطعی بکار مولا 10 سانتی متر میگیرد اما زمین در گندم و جو کش کردن ممکن سال دیگه فقط یک برگ میکرد دویم و سوم سال شما زمین جفت نکنین دیگه مولا قطعی سیخ مولا قطعی گندم و جو بکارین شما 25 سانتی متر جفت کنید زمین لحمه برای همین گندم و جو شما میشود دویم و سوم سال یک برگی و 2 برگی میتد در سوم سال 2 برگ میتد ولی حاصل در نمیدارد در 4م سال علاقه زیره شما در 800 بتا یکم 40 بتاش حاصل نمیدارد ولی مقدار چترخوش کمتر کرد همین خیلی در 4م و 5م سال 5 کیلو و 10 کیلو خیلی زیاد شدن میگیرد سال 8م و 9م سال 1 هکتار زیره شما زیاده از 400 کیلو دان میتید زیره را نمیدروند در 4م و 5م سال دیگر کشتی او را یکم مایده جفتم نمیکنند عمر زیره ما از زمانی که میل چوشیم شد تا پیر شده میبره قریب 100 سال در بر میگیرد ولی زیره دشمنای بسیار دارد خوک، خرس، روبه، جیره، کلموش ایبوی روغنهای افریش ریشهش کنده میخورند ریشه او را در فصل زمستان اولی بهار از نرسیدن غذا میخورند برای همین گرد او را محکم کن در کار که همین حیوانهای گفتگی ما با اوجا ندارد سال زیره را حین در از 15 تا 25 ماه در زیره را چیندن در کار شرایط تاجیکستان جنوبی دا زیره را نمیدروند زیره را پایش همی تا گرفتن خودش پایش ایلونده جدا میشود از ریشه جدا میشود همین در بغلتون آورده بالای پلکه بالای پروسیده همونجا میشپینش خاص نما میپرتوی وایش میپرتوی میرود تا میگیره یک زیاده 1 هکتار زیاده 400 کیلو وزن دون میگیرین در چند سال در 8م 9م سال زیاده از 100 سال شما از زیره حاصل میگیرید بنابراین با پرورش زیره اگر مرده ما مشغول شود زمینای زیادی ما تا طویلدره تا یک قسمی غرب یک قسمی تودی خوبود زمینایی است که برای کشت زیره بسیار قلعه بسیار باب است برای همین ما مساحت خیلی کلان داریم برای پرورش زیره
ای بلندی 600 متر تا 2500 1600 متر زیره ما میشود. همین دیدین بیشتر حرکت کنین که اگر تو 1500 متر باشد نشابی شمالی را انتخاب کنین. اگر از او بلند رود از 1500 زیادتر رود نشابی جنوبی را گرمی را احتیاجی گرمی دارد. بنابراین در قسمت پایان نشابی های طرف شمالی را در قسمت بالا همین خیلی زمین را انتخاب کردن کن. زیرا را برای شما در خوراک استفاده میبریم و روغن افیری دارد، مخصوصا خوراکی که با گوشت گوسفند، مخصوصا که مانتویی که با گوشت گوسفند تیار میکنیم یا شوربایی که با گوشت گوسفند میکنیم، گوشت گوسفند ارگانیسم آدم با مشکلی حل میکند. برای همین وقتی که در ترکیبش زیره باشد او همچون کاتالیزاتور برای حل کردن همون روغن هایی که از گوسفند است دیگر چیز است اهمیت کلانی طبی دارد. بنابراین زیره را در تمام قریب که از هندوستان، افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان ده هست، قرغیز هست، قزاق ده نمی رود تا قسم قزاق شرایط خوب دارد. قرغیزستان هم برای پرورش زیره، ازبکستان هم همین سرخاندری رایون زامین همینجا هم بهترین دارد. در ازبکستان کشکاگی نیستن. ولی معلم جان سوال یک بار دیگه علیق کنیم که همین وقتی که ما کشت کردیم با 150 کیلو گندم در محیط کبر، سال آینده گندم رو گرفتیم، سال دوم هیچ هم نکنیم میشود؟ میشود بکنیم که زمین استفاده بریم. و برای زمین استفاده بریم؟ برای زمین استفاده بردن. همین جفت نمیکنی، نه که دیم سال اوجه جفتش نمیکنی. جفت کنیم و ریشه رو بیرون میکنیم. برای همین میگم که یا سیخمولا یا برانه است و دیسک. همین دهقانای ما با زیره پروری مشغول شدن خوبتر یا که در زمین های للمی یا گندم پروری؟ زیره خوبتره. زیره اهمیت کلانی خوجگی داره. اگر ما زیره کنیم معاش همون خلق، زندگی خلق بسیار خوب بشد. 1 کیلو زیره زیاده از 100 سومای، 1 کیلو گندم 100 سوم نیست کو، 20 سومای، 30 سومای، 2 سوم نه، یعنی 1 کیلو گندم 2 سومای، 1 کیلو زیره 100 سوم زیاد است. بنابراین سطح زندگی ما خوب می شود. یکم. دوم زمین های بیکار خوابیده ای که یک وقت اهمیت کلانی خوجگی داشتن همچون زمین های پرتوی دیگه استفاده بردن نمیشد. اگر ما ایرا زیره کنیم ما 10 کرتا 20 کرتا فایده میبینیم. برای ما تشویق ترغیب میکنیم که با پرورش زیره مردم ما مشغول شود. یعنی که زیره کارد بعد از 4 سال دیگر یگان پول رساد، پول صرف نکرده فایده میبیارد. فایده دیگر نه جفت میکنی نه یکم کار دیگه میکنی. 15 هم 20 آخری مایده شما زیره را جمع میکنید. شما آخری مایده اگر مثال من این طرف های طویل دره باشد، کم سوالو داشت یا که من این طرف رایون عینی ده باشد، اوروتیپا ده باشد، باید بلندی اگر 1000 متر 1500 دیرتر میپزد. برای همین اونجا دیرتر میپزد. از زمینای اینا تویستان جنوبی ده. و معلوم که از روی میبیند که آره بسیار میارن مردم ای نو میارن زیرا. ای طبیعت جمع میکنن، ما اگیتاسیون میکنم نمیکنن. معلم جان شما درباره زیره چه کتابی نویسونده اید؟ ما درباره زیره سال 2007 یک کتابچه نوشتم با زبان روسی در شهر نووسیبیرسک را ما چاپ کردیم. در اینجا کشتی مدنی زیره را ما آوردگیم. زمین های هم للمی آوردگیم، هم زمین های آبیده. آبیده هم میشود؟ آبیده هم میشود. لیکن آبیده 100 سال عمر نمیبیند. از بعضا میشود که زمین سر آب میشود، این عضو زیر زمینش لونده که هست لونده میپوسد. برای همین او کمتر موندن در کار. برای همین اینا جویش چه کشیم؟ همه با مانند سبزی و پیاز کشیم جویش ممکن می؟ جویه در کار همین چخیلی که زمین گندم میکنیم مولا میکنیم همین خیلی جویه در کار نیست. پل پیاز پل گندم همین زمین چخیلی که گندم همین کاره جوا میکنه عینا همین خیلی با کاره یک بار مولا کنیم دادنشا. ایران مورچه هم نمیخوره در پس تیرامو. چه مرتبه آب دادن در کاری نه؟ زمین آبیده 2 مرتبه آب دادن در تابستان. تابستان یک بار همون اول گل کنیش یک بار قریبی پختن میوهش. بعد دیگه آب ندیم. دیگر آب در کار نیست. بسیاری آب میپوساند چرا؟ لونده که کارتوشکا که است بنابراین میپوسد.
خیلی دشوار. استاد بگوید که همین خلق که میخواهد به زیره‌کاری مشغول شود از همین زیره‌هایی که در بازار میفروشند خریده کارند همچون تخمی استفاده ببرند میشود یا نه؟ میشود تو اندازه نیشزنیش کم میبرود، برای که در ترکیب زیره‌ای که در بازار میفروشند یکمش که خوب میچینن زیره را، دویمش که در ترکیب همون زیره دسته نمودی رستنی هایی هست از سویا بانگلو که دونش به دون زیره ماننده امون را قطع میکنن. برای همین مثال 10 کیلوی برما چاشیدگیمون 48% میبره. برای همین ای شناسایی که مونم قیمتر گیرده نیکی صفت خوب قطع بیارد. اگه گیریم مردمی تایلدره میفروشد، دشجه میفروشد، سر خسار میفروشد، خوالین میفروشد. امید آدمای شناسه زکاس کن در کار. من این ای نو دا جمع میکنم زیره را، نو هم زیره نگذارد. کشمی بولوی حوزه زرفشان ده هست مردم میفروشد. همین همون زیره صفتی بلند داشته شکرستن در کار. برای همین ای بازار همین خیلی ای بازاری که شما زیره برای اوش برای دیگه چیز نگیرین بعضا همش رای زیره نیست، ارلش نکنن تخمای دیگر رستنی هایی که با همون مانند است. رحمت. استاد یک بار دیگه تکرار کنیم که در 1 هکتار زیره کاریدن چی مقدار زیره در کار است محلی خودمون؟ زیره محلی خودمون بونیون پرسیکم 10 کیلو در کار است. 10 کیلو. 10 کیلو را در 150-170 کیلو گندم ارلش کردن در کار. یا اینکه همون 10 کیلو را 14-15 کیلو زیره ایرانی یک ساله هست. قطعی او یک جایی کده کردن در کار. زیره خدمو سال دیم حاصل نمیتید، سال یکم حاصل نمیتید، لیکن زیره ایرانی سال دیگه حاصل میتید. شما همون زیره را میگیرید، زمینه شما درست صرف کارانه استفاده میبرید. میتونید که 15-16 کیلو دیگه را قطعی زیره 10 کیلوی ما ارلش کنیم بکوریم. اگر بخوایم با گندم بخوایم با این، چون که یک رستنی در کار که زیره یک ساله زیره 24 ساله که ما کردیم سال یکم همگی 2 تا برگل دارد در هفته و نسوزه. زیره در اولی ماه مرد علاقه نش میزند، آخر 15 فروال اوجه میبرد از زمین. باید در سایه یکی از رستنی ها باشد. اگر سایه نباشد اون نمیشود، او خوک میشود، افتو میستونش. زیره محلی خودمون. زیره محلی خودمون. برای همین قطعی او زیره اگر بکوریمش او تستر کلا میشود، سایه او دای زیره ما بیرون نمیشود. فهمو. زیره ما رو شما گفته زیره بسیار ساله است. در چندم سال در بهره می درآید؟ از اول یکم سال چند کیلومتر، بعد 450-500 کیلو کدام سال ده میتید؟ زیره ما در بعضا میشه که 3 بعضا میشه در 4 سال حاصل ده می درآید. 3-4 سال حاصل ده می، که یک پایش همگی 3 تا 4 تا چتر دارد. وقتی 8-9 سال ده یک پایه زیاده از 20 تا چتر دارد. چترش گفته چیه در نظر دارید؟ زونتیکشه. زونتیک گل دارد. پنجه میزنیشه. یک زیره ما زیاده 20 در یک پایه زیاده 20 چتر با وجود میاد. یک زیره ما 150-200 گرم میتید. مرد میشود گوید هم وقت بابویه میرسد. بابویه خوب میرسد. 8-9 سال زیاده 20 وای دارد. چتر. زیاده 20 چتر دارد. 150-200 گرم میتید یک زیره ما. در یک کوادرات متر 4 تا 5 تا ممکن 6 تا جا میگیرد. وقتی که ما مثلا میکوریمش دست خطی همین گندم خطی ارلش میکنی یا که زیره ایرانی خطی ارلش میکنی همین دست خطی بچورشو بکنی مولاش کن نکنی در کارم نیست. گندم که مولا میکنن، چون که برای چی مولا میکنن گندم؟ پرنده های بسیار میخورد گندم. بله. شما در یک سوال دیگر، اگر ما همه ساله در مدت هر سالی که جمع آوری کردیم گرفتیم یا که تو جمع آوری
از بالای زمین پورو امافوس دورو پرتوی ممکن می در کار نیست، محتاج دورو و پورو نیست، چون که لونده زیاده 20 سانتی متر میرود مد لونده میگیرد. اگر زمین شما نقص جفت نکنید و میتوند که 18 سانتی متر 20 سانتی متر در لوندهش تشکل بیاورد. در زمستان او را سرد میزند، در تابستان او گرمی آفتاب میپزد. برای همین 25 سانتی متر جفت کردن در کار که چخرتر برود. وقتی کوریدن در دون چخور رود و چخورتر رود. گفته شما چرا در نظر دارید؟ ما چخیل کنیم که چخورتر رود؟ زمین نقص جفت کردن در کار، زمین رو نقص جفت کردیم مثال بعد کوریدیم تمام. همین ای 25 زیاد جفت کردن در کار خودش لونده زیاده 20 سانتی متر رفته میستد. خودش رو کشیده میبرد خودش رو کشیده میبرد. خودش رفته مینیمال نی اونجا فیزیکی دستوب نی آب بایده. از نقطه نظر فیزیولوژی جایی هست که با آب تامین میشود. خودش ایندیکاتور خودش میداند در کجا رفته لوندهش گذارد. لیکن اگر که ای 20 سانتی متر بالا بسد زمستان در او کارتوشکا که هست سرتش میزند، در تابستان میپزد. یعنی ریشهش رنگی کارتوشکا میشود؟ ریشهش افتی کارتوشکا میاد. ریشهش عیناً کارتوشکا، پیازک نیست وای. یا که دیگر نمودی تیریشه یا که پتک ریشه نیست. ریشه او کارتوشکا. بسیاری زراعت‌هایی که ریشهش با کارتوشکا ماننده در خدمت. استاد محترم، یک آخرین سوال که در تاجیکستان حاضر تلو تپه‌های بسیاری داریم، خشک است، کم‌آب است. ما کدام زراعت رو پرورش کنیم که به خلق ما فایده آور است؟ همین تاجیکستان جنوبی زیاده 2 میلیون هکتار است. بعضی جوشا گندم میکارن، بعضی جوشا پیسته طبیعی هست، دیر میگیرد، حاصلش کمه. من به علاوه بسیاری رستنی‌های همین تاجیکستان جنوبی رو آموختگیم. بهترین برای پرورش پیسته و بادام است. پیسته و بادام همین جرا اگر ما پیسته پیوندی کنیم در 5 سالگی و 7 سالگی و 8 سالگیش علاقه حاصل داده میشد. یک درخت پیسته شنوندگی ما سفید کوکوی هم تاجیکستان جنوبی زیاده از 1000 سال عمر می‌بیند. در بعضی اخبارها هست که در 5 سالگیش 10 کیلو میگیرد، در بعضی ها هست که 8 سالگیش 10. همین قدر حاصل میگیرد. حقیقتا تیز وقتی پیوندی به حاصل پیسته یابویی که از تخمش میبرد 18-20 سالگیش به حاصل میدارد و او قدر حاصل خوب نمیگیرد. اگر ما پیسته پرورش پیسته مشغول شویم، پرورش پیسته و زیره، خلق ما در خوجگی قشم هم پیش میرود، هم فایده کلان اقتصادی میبیند. سفید کوکوی جنوب تاجیکستان فقط برای پیسته و بادام است. مثال میگیریم بسیار در ادرهای ما پیسته ها یابویی بسیار است، پیسته های خودرو بسیار است و از روی زمین پنجه زدگی است، 5 تا 6 تا 7 تا. همین رو ما چکار کنیم که با تیز و نغز پر محصول یک قسم نوده همیرا در فصل زمستان یک اولی بهار بریدن در کار، در اولی بهار بریدن در کار، آخر بعد 15-20 فوریه ای همو قسم بریدگیمون 5 تا 6 تا نوده میزند. همو نوده رو پیوند کن در کار. نرکین میزند. نرکین شاخ میزند، نوده میزند. همونا رو پیوند کن در کار تا اینا حاصل درآمد. قسم دیگرش بعد میبریم. قسم دیگرش همو پیسته‌های یابویی رو پیوند کردن ممکن. ریشه مستحکم دارد و با تیزتر به حاصل میدرآید. برای همین اونها را پای اتاپ نو اول یک قسمش بریده پیوند کن در کار، بعد قسم دیگرش اونها را استفاده بردن ممکن است. استاد من سال گذشته رفتم در قیرقوم، دیدم که یک درخت تا 20 کیلو آبستگی بود. در اسفر رفتم دیدم که یک درخت تا 20 کیلو آبستگی بود. پیسته. یعنی که در اون طرف هم میشود؟ میشود. از بلندی 600 متر تا 1400 متر پیسته میشود. یعنی که از سطح بحر بلند. از سطح بحر در نظر دارم. از 600 متر تا 1400 متر. بعضا وقت من قسمی سرخوصور من یک قسمی چویانگران میگم قشلاق در اورنگزیباد در طرف رومیدای همینجا قریب 1500 متر از سطح بحر میشود. شده است. درونی کوه دای بریدش نتونستن بیارن علاو کنن. همین تله تپه‌های اطراف دوشنبه همش در سالهای 30 پیسته بود. باز پر در بوق این پیسته را شنوندگی لسخوز شنوند. وقتی پیسته طبیعی داشت اینجا. اینا پیسته طبیعی اینا مزدار لوچوب است.
بله مزدوری چون مزدوری که ترسوزاده و دیگر شویرامون گور کاگه همینجا پیشه طبیعی است. همین خیل قشلاق چویانگران است در اورنگیزاباد در طرف رومید یک قریب یک 20 هکتار زمین است فقط پیسته است. یعنی که شما توصیه میتید به خلق پیسته کاری کنند؟ پیسته کاری کنند تا 1400 متر بهترین پیسته می شود. سال یک دو سه سال آب چسبد و دیگه آب محتاج نیست. پیسته آب محتاج نیست. این پیسته رستنی لالمیه. همین سال یکم علاقه فیزیکی دستوبنی آب در رفته میرسد. ریشش. اگر خواهی آب تیان خوب است. نه تیانم هیچ گم نی. به آب می شود. نه سال یکم دویم آب دادن در کار که چسبد زمین ده. می چسبد. نه سال یکم علاقه 1 متر زیاد میراد ریشش. برای همین ما بسیار وقت پیسته را اگر که پیسته ایرانی و دیگر جا رو بخریم در گرشاک میخریم. سلفان نمی شاکودا میخریم که همون هم تا ماه ایول خریدن در کار. بعد ماه ایول و آگوست ریشه از سلفان میگذرد. وقتی که زمین در اومد بکنیمش و خوک میشود. او را دیگه او را برای شنودن نمیشود. او را میشود که زمینی آبی شنونی. از زمینی لرمیده او نمیرود دیگر. تو بیستونده. استاد با شما یک جهان تشکر. ما یک جهان وای گرفتیم از شما معنوی یک کیفیت معنوی گرفتیم. رحمت بر شما عمر دراز سلامتی بردوام. انا خدا همه خیل شما را بسیار سالها در بالای سر ما نگاه دارد. شما کتاب ها نویسید و خلق ما از کارهای علمی شما استفاده برد. معلم جان تشکر. الهیم استفاده برد چون که ما اگرار نیست دولتیم. حاضر پرزیدنت ما حرکت هست که صنعت هم میشه ما چون که کندنی های فایده‌ناک که ما خیلی زیاد است. ما صنعت هم ما شرایط داریم. صنعت هم ترقی دادن ولی بسیاری خلق ما در دهات زندگی میکنند. خود یک شلوغ بنابراین خود یک شلوغ ترقی کردن کار. بله ما هم حرکت داریم. همین با گفتی شما دستگیری کنیم و خلق تله کنیم نشان تیم یا تیم انا چیز کنیم حواسمند کنیم که یک چیزی مشغول شوند که با مهاجرت مهنتی نروند پول در خونه‌شون یابند و از کتاب‌های علم‌ها استفاده برند کارکرد کنند و یک مبلغ به دست آورند که زندگیشون رو خوب کنند. اگر تاجیکستان جنوبی را منطقه سوغل اگر ما خوجگی قشلاق انکشاف کنیم پیسته و زیره و پیازی انزور و چهارمغز دیگر چیزا خلق ما مهاجرت مهنتی نمیرود. همین زمینای کشاورزی خودمون خلق تقسیم کردن در کار یک تاش پیسته کند، یک تاش بادام کند، یک تاش زیره کند، یک تاش پیازی انزور کند، یک تاش چهارمغز کند، یک تاش مثال زیلال کند، یک تاش خوک کند. بله. یکی از دولت‌های پیشقدمی میشیم که محصولات مهنتی ما فقط اکسپورت می‌رود. چیزایی کنن که پولی نقش شود. پولی نقش شود. از خلق ما دیگه خلق بای کشور ما کشور بیشتی است. بله. تمام منطقه های اقلیم دنیا در ما هست. گرچند که زمین ما میدان باشد با کمیش نگاه نکرده عدد نمودها در ما زیاده از 9000 است. ازبکستان هم در تریتوری کلونه 5000 نمود ندارد. یا که قزاقستان تریتوریش هم قراره 4000 عدد نمودها دارد. بله. ولی ما همگی هستن 43000 کвадрати داریم. زیاده از 9000 رسانه های درجه اولی است. معلم جان رحمت یک بار دیگه دست شما درد نبینه ما می نداره شما این اول رخ داخل در گروه هنگرو با ما می پرتویم خلق تماشا کند و بهره برد.